برادران و خواهران ایمانیم، شما را از صمیم قلب با فرارسیدن عید سعید فیتر مبارک باد میگویم. در این روز سعید از خداوند التجا میکنیم که به ما توفیق عطا کند تا حاصل دسترنج یک ماهی که در رمضان حاصل کردیم تا رمضان دیگر حفظ کنیم. رمضان رفت و ولی کاش صفایش نرود، سحور و جوشن و قرآن و دعایش نرود. کاش که پر شده باشد دل از نور سحور، همراه روزه و افطار ثوابش نرود. عید سعید فیتر مبارک باشد و تا رمضان دیگر خداوند همه ما را صحت و سلامت برساند. يجمعنا